دوستان عزیز، در اینجا آرامگاه خوب مقصد مقبره سلطان اویس قرنی. وارک حلوات بن تورات خونوی زمانوی مزار سلطان اویس قرنی را اینجا در این بازار، اینجا در این مرکزش. سلام دوستان عزیز، برادرای قدردان، مقبره سلطان اویس قرنی یک جای می‌داریم زیارت میکنیم، دیدن میکنیم و تماشا میکنیم. این برادرها ببینید جای زیبا، جای دلفراخ. من راستی گپ بسیار اومدم، 10 بارم اومدم. این قدر آباده که باهوزی شده من نودیدم. اینجا در بازار شده و مقصد قدر این تکنیک و این آباده خوب سالی که ما اومده بودم این خیلی نبود. این بیشتری رو ببینیم. یک جای می‌داریم تماشا میکنیم. این برادرای عزیز دهانی در مزار حضرت سلطان بازار در اینجا. برای عزیز بینیم در اینجا در برای کراوات ها در همه جا آدم به زیارت حضرت سلطان آمدگان می‌بینیم. الرحمن وارک حلوات بن تورات خونوی زمانوی همه به درجه اولیش پیشرفته حلوات میبریم. اینجا در تورات خونوی زمانوی چی خیلی که گفتیم اوش زنانه ایش مردانه وارک جانان در جانان. اینا مزار حضرت سلطان اینجا جایی میشتنه این طرف ده همه مردم اومده در روی زمین و شتگی به حضور ای بوارک جانان ده خیلی جا کم فقط میرید به چشم تماشا میکنی و حلوات میبرید و میریم من زیارت میکنیم انشاءالله. برادرات تمام اینجا مقصد زنی میکنیم. اینجا چای خونه اکشد دوستان عزیز، جای بهترین اینجا دا جای زیارتگاه شد. صدق الله علی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. پروردگارا گذشتگان همین منزل مکان رحمت و مغفرت شایسته جنت گرداند. سلطان اویس قرنی مقصد میگه که پیغمبر خدا میگه اول رفتی نظر به چشمانش کن، دویم به لب و سوم به دندانش کن، چهارم بنگر خال دارد یا نه، پنجم بنشین جانت تک قربانش کن. این به این خاطر گفتگی بود که مقصد وقتی که در جنگ نمیدونم در کدوم جنگ دندان مبارک پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم میشکنن، در انمیجا حضرت سلطان میگه او این مقصد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم کدام دندانشو شکسته باشن، گفته یکمی دندانشو میشکنه، دوم دندانشو میگه میزنه همه دندانشو میشکنه. مقصد ایجا گیره را برای میگه اول رفتی نظر به چشمانش کن، ای گیره را دوم به لب و سوم به دندانش کن. مقصد دندانش زیاده شکستگی بود. انا پنجم بنشین خال داره، چهارم بنشین خال داره یا نه، انا پنجم بنشین جانت قربانش کن. یعنی که این ای دوستای
پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلام بدن. دوستان عزیز دوستان عزیز در اینجا آرامگاه شیخ خوبه مقصد اینجا میریم. اینجا چشمایی که آب میگیرن اینجا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله محمد سيدنا محمد صلوات بر محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. باور که جر زیارت میایی حلاوت میبری. تمام مردم خوش خرساندانه اومده دعا کرده رفته استین همه کسا سنجام وقت بریم جای سلخی نمکن جای قلب حسان وقت بریم جای سلخی نکشون. این هم حرمت بیاین کسانی که زیارت میاین تماشا میان اینجا همه نمود شاید به درجه همش خوی دیگه. این از با ما شما نشان دادن میگیم. جای خشرو جای زیبا. خیلی دوستان عزیز دیدن کردیم مزار سلطان اویسی قرنی را. اینجا دینا بازار، اینجا دینا مرکزش. باقی سربلند و خانواباد باشه، خدا نگهبانتون در جای باشید نباشید زنده باشید. اینجا تمام قروت و جای بلازات میفروختن. دوار که علاوت بودیم. زنده باشه، خدا نگهبانتون.